و دیدید که اعدام بیرحمانه 2 تن از دستگیر شدگان نتونست جامعه رو مرعوب کنه و متوقف کنه. بله، این قیام انگیزه خودش رو از چشمانداز برپایی یک نظام دموکراتیک و پیشرفته به جای فاشیسم مذهبی میگیره. به همین دلیل ادامه خواهد داشت. این قیام نه با ولایت فقیه، نه با قانون اساسی اون و نه با هیچ بخشی از این رژیم سر آشتی نداره. بله، این قیام بر آن است که برای از بین بردن ولایت فقیه تمام اون رو و تمامیت اون رو از بین ببرد. این اون واقعیت جامعه ایران است. حقیقت دیگر این است که دیکتاتوری ولایت فقیه هر روز ناتوانتر می شود و همچنان که مسعود گفت، رژیم ولایت حالا دیگر گرگ کاغذی شده است و از خطایی به خطای بزرگتر می غلطد و از شکستی به شکستی وخیمتر. خامنه‌ای از بستن شکاف مهلک پدید اومده در رأس حکومتش عاجزه و رژیمش چنان پوسیده است که دیگر ظرفیت سود بردن از اظهار وفاداری باند مغلوب به قانون اساسی ولایت رو هم نداره. همچنین تخطئه مجاهدین و مقاومت ایران توسط اونها از گرفتاری های انباشتش چیزی کم نمیکنه. اقتدار ولی فقیه کیفاً تنزل پیدا کرده و سمبل ها و شعارها و دعاوی رژیم و ترفندهای سیاسی و دجالگری مذهبیش که قوای رژیم رو بسیج میکرد یا باعث مسئولیت حکومتش میشد، هر کدوم از اینها حالا به ضد خودش تبدیل شده. از هر طرف که نگاه کنیم، رژیم ولایت گرفتار فرسایش و انحطاطه و راه حلی نداره. بعد از قیام بزرگ روز عاشورا، باند خامنه‌ای داستان سرایی در مورد انقلاب مخملی و جنگ نرم رو کنار گذاشت و یک راست سراغ دشمن اصلی خودش، یعنی مجاهدین و اشرف، یعنی شماها رفت. در بیدادگاهی که برای دستگیر شدگان قیام تشکیل شد، قاضی‌ها و دادستان‌های رژیم بیش از هر چیز روی رابطه دستگیر شدگان با قرارگاه اشرف متمرکز بودند و هرگاه پای کمترین رابطه‌ای با مجاهدین یا هر رفت آمدی به اشرف به میان می آمد، جامه چاک می دادند که این محارب است. اونها باز هم ماده 186 قانون مجازات ضد اسلامی یا قانون هواداری مساویست با اعدام رو عنوان کردند تا شاید جوانهای ایران زمین رو از رو آوردن به راه و رسم مجاهدین و نبرد برای به زیر کشیدن این رژیم بترسونند. در بیرون به اصطلاح دادگاه ها و در واقع بیدادگاه های اونها، زندانیان سابق و هواداران مجاهدین، اعضای خانواده های اشرفی و بسیار دیگر رو به جرم یک بار رفت آمد اشرف پی در پی دستگیر کردند و عده‌ای از دستگیر شدگان رو به عنوان محارب به اعدام محکوم کردند تا شاید بتونن از اوجگیری قیام جلوگیری کنند. اما واقعیت اینه که کار از کار گذشته و اگر خواسته سرنگونی رژیم این همه در جامعه ایران رسوخ نکرده بود، سراپای رژیم از فعالیت هواداران مجاهدین این چنین به لرزه در نمی آمد. واقعیت اینه که شما و راه و رسمتون و شعارتون در سراسر ایران جا باز کرده، پا در آورده
جاری شده و الان در خیابان‌ها این جوانان هستند که اونها رو فریاد میزنند و به همین دلیله که ولی فقیه ارکانش، یعنی ارکان خودش و نظامش، به لرزه افتاده. اما باید به اون گفت که بیش از این خواهد لرزید، زیرا این فریادها هرچه بیشتر و بلندتر خواهد شد. شما ای اشرفی های قهرمان میدونید که سال گذشته در همین ایام خامنه‌ای در دیدار علنی بی سابقه‌ای با مقام‌های عراقی خطاب به دولت این کشور دستور انهدام اشرف را صادر کرد و این آغاز کشاکش بزرگی بود که بخشی از قیام و رویارویی بزرگ مردم ایران در برابر رژیم را تشکیل میداد. در 12 ماه گذشته حمله و توطئه علیه اشرف بخشی از عملیات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و پایداری اشرفی ها هم الگوی ایستادگی مردم و قیام آفرینان شد. فشارهای رژیم و جریان وابستش در عراق انتها نداشته و نداره، از محاصره، قطع دارو، سوخت، قطع مواد غذایی، ممنوعیت ورود پزشکان تا انواع و اقسام دسیسه های اطلاعاتی و تروریستی، تا یورش فاجعه بار با تیر و تبر و شلیک بیرحمانه و استفاده از هاموی و لودر. در رأس اونها حمله 6 و 7 مرداد با شهادت 11 مجاهد قهرمان و همچنین جراحت صدها تن دیگه بعد از اون، و اون مقاومت و جانفشانی شکوهمند در برابر تیر و تبر. بله، همه اینها حماسه فروغ ایران رو خلق کرد و توطئه خامنه‌ای و مهره‌های عراقی تحت امرش رو به شکست کشانید. 36 گروگان اشرفی بعد از 72 روز اعتصاب غذا و اون ایستادگی حماسی نهایتاً فاتحانه به اشرف بازگشتند و محاصره اشرف با کوه استقامت شما روبرو شد و پایداری 7 ساله رو به اوج رسوند. و حالا اگرچه که ادامه محاصره وجود داره و باز هم ادامه خواهد داشت، اما نخواهد توانست شعله های پایداری و امید کانون استراتژیکی نبرد و الهام بخش مبارزه زنان و جوانان ایران برای آزادی رو از میان برداره. بله، این رو به خواب شبش باید ببینه و باید گفت که شتر در خواب بیند پنبه دانه. بدین ترتیب اشرف که در نقشه شوم رژیم ولایت فقیه میبایست ظرف چند هفته یا چند ماه منهدم میشد، الهام بخش و انگیزاننده قیام ها شد. اشرف که میبایست بر اساس خواسته ولی فقیه ارتجاع تجزیه و پراکنده میشد، محور همبستگی بی سابقه ایرانیان شد و انگیزه نیرومندی برای ابراز واکنش
و موضع‌گیری ده‌ها دولت جهان. همچنین ارگان‌های مختلف ملل متحد، صدها گروه حقوق بشری و صدها کشیش و اسقف معروف، اون هم در 5 قاره جهان. بله، اشرف در 1 ساله گذشته یکی از بزرگترین شکست‌های دوران حکومت خامنه‌ای و یکی از بزرگترین پیروزی‌های مقاومت رو آفرید. درود و سلام بر همه شما که آفرینندگان این پیروزی‌های بزرگ بودید و سلام بر همه شما که کلید فتح و آزادی را در دست دارید.